عزیز سلام علیکم. امروز 10 نوامبر سال 2025 است. قرار داریم در دهه چوربوغی ناحیه ورزوب خریداران نهال‌های انگور به خانه ما آمدن. اکا علیشیر سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید اکا. با نهال خانه ما با گروه ما. من این نهال‌هایی که شما خریداری کردید اکا یک ساله هست. ببینید چقدر ریشه‌های با قوت قطعی هست. امسال ما نهایت مهنت رو بسیار کردیم تا ریشه با قوت شود و خودی نهال هم با قوت شود. اکا چی گفتنی دارید اکا؟ خب ما در فیسبوک یک نوارا دیدیم در باره باغ اکومو. همون یک برای تماشا کردن برای دیدن آمدیم و یک چند نهال انتخاب هم کردیم. در باغ بالا اونجا یک زیاد از 1 هکتار زمین دارن، خیلی زحمت کشیدن. رحمت. اونجا غیر از توک چند نمود توک دارن اول. بغیر از وی بیخی بسیار سیبو، نوک و انار و دیگر درخت های میوگین نیز سبزیده ایستاده است. من کسی خواهد بیاید بیند. بعد بغیر از دیدنی باغ بسیار مصلحت های مفید هم میتیند نسبت باغداری و نسبت نگاه بینی درختان. بله رحمت اکا. خوش آمدید اکا. اکا علیشیر همین درخت کو کلان شوند به شما هم شنوندن ثواب میگیرید. فرزندانتون نویراتون از همین شما خودتون سالهای دراز صحت سلامت بوده از همین درختکویی که از ما میبرید شما میوه خورده راحت کنید اکا. دنیا با امید البته با امید نهال میشنوند مردم درخت میشنوند که یک حاصلش بیند. بله رحمت شما. رحمت. همدوران عزیز من از امروز علاقه نهالی انگور بردنش رو سر کردن وقتی شنوندنش اومدگی است. این برگا کار نمیکنن. مرحمت مراجعت کنید. رقم واتساپ رو ما میمونم مراجعت کنید. نهال های انگور رو خریداری کنید. کدامی خریداری کرده است برای نزدیکی ما سر میکنیم روان کردن رو. انگور و شفتالو نوک من هم چیزایی که هست در دست ما حاضرش نه روان کردن سر میکنیم به نزدیکی. یک جوان تشکر به شما. کدامی معقول باشد یک لایک مونت.